سلام دوستان، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. میدونید که هنوز فری فایر تحریمه برای ما و باید با وی پی ان و DNS بریم. بعضی هم میگن که رادار گیم بهترین گزینه، ولی رادار گیم بهترین گزینه نیست و این ویدیو خیلی خلاصه. شما میرین DNS چنجر رو نصب میکنین، واردش میشین و برای همراه اوله، تاکید میکنم همراه اول، خودش یه دونه DNS بهتون میده، یا همینی که الان اینجا چند ثانیه وای میستم بنویسید، اگه نداشت بزنید. میریم توی فیفا و همراه اول هر دوتاشون، البته برای ایران هم میاره ولی صفحه لاگین نمیشه، صفحه لاگین بالا نمیاد اصلا انگاری، یعنی این صفحه انگاری نمیاد بالا براتون، ایرور میده درش. این صفحه الان من چون قبلش داشتم چیزی رو تست میکردم، آقا این هم از گیم. حالا آقا بریم با اون یکی دیگه هم سری آموزش رو بدیم. این یکی البته قطع کنم این. حالا ببخشید من خوب نیستم توی ساخت ویدیو، ببخشید، بازم تازه وارد هستم و تازه به خانواده گیم. نگاه کنین رفت روی 300 400 اینو رفت روی 990 و اومد روی 96، یه ذره باک شد تو الان درست شد. بله الان پینگ 98 70 96 یا آقا سرورش هم همونجا فکر کنم بهتون نشون دادم. سرور این حتما باید روی این گزینه باشه. اینم کد DNSش، اگر خواستید اینو نصب کنید یا DNS داشتید اونجا وارد کنید. حالا من اینو خودم هم دارم میشه. خب امیدوارم این ویدیو به کارتون بیاد و ازش همیشه استفاده کنید. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.